به نام یاد خدا، خوش آمدید به یک جلسه جدید. در جلسه قبلی توی قسمت خوانده بودیم بخش internal CSS. فعلا external CSS میمونیم، میم داخل خود بخش CSS و از اینجا که مطالعه میکنیم. خب در اینجا یک سلسله معلومات داره که CSS یک زبانی است که به خاطر از استفاده میشه که ما استایل ها را به element های HTML بدیم. یعنی توسط CSS میتونیم یک قسمت از element های را که ما تعیین میکنیم به او استایل بدیم. مثلا این قسمت هم خوانده بودیم که چگونه بگراند کالر را تغییر بدیم و همچنان کالر و فونت فامیلی، فونت سایز، قسمت ها را بعدا هم کار میکنیم دوباره. خب این یک چند تا مثالش داده که میتونیم از CSS در مینوها استفاده کنیم، تمپلیت هایش گفته. و دیگه میایم بخش اینترودکشن که CSS چی است. و در اینجا گفته که از CSS به خاطر از استفاده میشه که ما به element های HTML خود استایل بدیم و شکل و ظاهری از او را تغییر بدیم، که از یک شکلی از استفاده CSS است که ما میتونیم یک فایل جداگانه برش بسازیم و استایل خود در اونجا تعریف کنیم. و هم یک مثالی از CSS است که میبینید این صفحه با استفاده از CSS ساخته شده. این قسمت سایت بار است، ببینید و البته این که کلیک کنیم استایل تغییر میکنه. این ویژگی CSS است. خب میام قسمت سینتکس. در قسمت سینتکس هم خوانده بودیم که یعنی سلکتور است و یک قسمت هم میایم داخل ویسکود براتان تشریح میکنم. فرضاً ما اینجا یک تگ پی داشته باشیم و داخلش یک متن داشته باشه. من میخوایم این پی را انتخاب کنم. تگی که ما استفاده کردیم اینجا تگ پی است و زمانی که داخل استایل با استفاده از CSS انتخاب میکنیم، این عبارت از چی است؟ یعنی پی را که انتخاب میکنیم به استفاده از تگ سلکتور انتخاب کردیم و پی را انتخاب میکنیم. اینجا فرضاً نوشته میکنم کالر، یعنی رنگش میخوایم تغییر بدم، رنگش سرخ گرفتیم. یعنی کالر که اینجا میبینید این پراپرتی یا ویژگی است و به این ویژگی ما رنگ سرخ دادیم. این داخل براوزر و بعد کپی کردیم، ببینید رنگ تغییر کرد. این استفاده از CSS شد. در اینجا هم گفته زمانی که یک تگ ما انتخاب میکنیم این میشه سلکتور و ویژگی یا پراپرتی که برش میدیم مثلا کالر باشه یا فونت سایز و قیمت یا ولیوی که برش پاس میکنیم او عبارت از ولیویش میباشه. به این قسم میتونیم در CSS پراپرتی و ولیو تعیین کنیم. خب در این جلسه میخواییم از CSS سلکتورز استفاده کنیم که اینها چی است؟ که 5 طریقه است، 5 روش است برای سلکت کردن عنصر HTML که روش اولش سیمپل سلکتور است یا روش سادهش است که با استفاده از نیم، آیدی و کلاس میشه. خب در جلسه قبلی که ما عناصر در CSS انتخاب میکردیم او عبارت از element سلکتور بود که با استفاده از نام خودی امو element ما میتونستیم یک element انتخاب کنیم و استایل های مورد نظر خود را براش پاس کنیم. خب میایم یک چند مثال دیگه هم کار میکنیم. فرضاً من اینجا پیر پاک میکنم دوباره. فرضاً من 5 تا پی میگیرم اینجا برکنم ازی دوری میسی را پاس میکنم همه کافی میگیرم و تگی پی میگیرم چند تا
اینم لوریم 5 از این هم کپی میگیرم میم سفر یک بار ریفرش کنیم. ببینید اینا اینجا آمده. خب من میخوایم عنصری پی را انتخاب کنم. زمانی که در استایل از طریق CSS میخواستیم یک عنصر انتخاب کنیم میتونستیم با استفاده از نام یا امو element selector انتخاب کنیمش. فرضاً من عنصر پی را اینجا انتخاب میکنم، فقط نامش را نوشته میکنم پی و اینجا استایل های مورد نظر خود براش میدم. کالر زیر تغییر میدم، رنگشی باشه، فونت سایزش هم مثلا 17 پیکسل باشه. سفر یک بار ریفرش کنیم ببینید رنگش تغییر کرده. و اینجا یک گپ است که ما در اینجا تنها عنصر پی را انتخاب کردیم و تمام استایل های ما هم بر عناصر پی در اینجا اجرا میشه. اینجا چند عنصر پی که داریم بالای از این استایل ها اجرا نمیشه تا زمانی که ما اینجا خود عنصر پی را انتخاب نکنیم. خب ما پی را انتخاب میکنیم، اینجا نوشته میکنم بک‌گراند کالرش کالر یعنی مثلا بلو باشه. این سفر رفرش میکنیم ببینید بک‌گراند کالر از این تغییر کرد و من نوشته میکنم کالرش وایت باشه. سفر رفرش میکنیم اینا تغییر کرده. خواهی روشی بود که در جلسه قبلی خوانده بودیم، یعنی از طریق چی؟ از طریق element selector. فقط اما عنصری که در HTML داریم نامش نوشته میکنیم داخل فایل CSS و استایل مورد نظر خود میدیم. روش دیگری که برای انتخاب کردن عناصر HTML استفاده میشه عبارت از ID selector است که در این روش ما یک اتریبیوت به عنصر HTML مورد نظر خود انتخاب میکنیم و بعدا با استفاده از امو آیدی میتونیم اون را انتخاب کنیم و استایل مورد نظر خود براش پاس کنیم. البته ای آیدی زمان استفاده میشه که ما عنصرهای یونیک یا یکتا در صفحه خود داشته باشیم. فرضاً میم یک چند تا مثال کار میکنیم. من استایل ها را پاک میکنم، سفر یک بار ریفرش میکنیم ببینیم کدام استایل برشان تا هنوز ندادیم. خب به خاطر از این اولا میایم اینجا یک اتریبیوت است به نام آیدی از استفاده میکنیم و فرضاً نام از این میمونم اگزمپل. تنها یک عنصر ما اینجا انتخاب کردیم، آیدی دادیم براش و زمانی که بخوایم از طریق آیدی زمانی که یک عنصر آیدی بودیم و بعدا بخوایم از طریق آیدی او را انتخاب کنیم و براش استایل مورد نظر خود بودیم، اینجا اولا از علامه اش استفاده میکنیم، نوشته میکنیم نامی آیدی خود اگزمپل و بعدا قوسه ها را باز میکنیم و در اینجا استایل مورد نظر خود برش میکنیم. کالر فرضاً رنگی بلو. میم سفر یک بار ریفرش میکنیم ببینید عنصر مورد نظر ما رنگش تغییر کرده. فرضاً اگر من یک عنصر دیگر هم اینجا آیدی بودم، آیدی ازی مثلا باشه AFG، میم انتخابش میکنیم با استفاده از علامه هش و نامش. یک بک‌گراند کالر باشه رنگی سرخ. و همچنان کالر رنگ دارک بلو. ببینید این عنصر ما هم تغییر کرد. روشی دوم بود که از طریق آیدی میتونستیم انتخاب کنیم و روش سوم در اینجا عبارت از کلاس سلکتور است که بسیار استفاده میشه. در این قسمت که هست ما میاییم به این مثل آیدی سلکتور است. در قسمت اتریبیوت یک عنصر
کلاس مورد نظر خود می نویسیم و بعدا با استفاده از یک نقطه در قسمت استایل او عنصر خود انتخاب میکنیم و استایل مورد نظر خود برش میدیم. ما این دو قسمت پاک میکنم، آیدی هایشان پاک میکنم، به عنصر اول یک کلاس میتم، فرضاً کلاسی ازی باشه AF. روش دیگری که برای انتخاب کردن عناصر HTML استفاده میشه عبارت از آیدی سلکتور است که در این روش ما یک اتریبیوت به عنصر HTML مورد نظر خود انتخاب میکنیم و بعدا با استفاده از امو آیدی میتونیم او را انتخاب کنیم و استایل مورد نظر خود براش پاس کنیم. البته ای آیدی زمان استفاده میشه که ما عنصرهای یونیک یا یکتا در صفحه خود داشته باشیم. فرضاً میایم یک چند تا مثال کار میکنیم. من استایل ها را پاک میکنم، صفحه یک بار ریفرش میکنیم ببینیم کدام استایل برشان تا هنوز ندادیم. خب به خاطر از این اولا میایم اینجا یک اتریبیوت است به نام آیدی از استفاده میکنیم و فرضاً نام از این میمونم اگزامپل. تنها یک عنصر ما اینجا انتخاب کردیم، آیدی دادیم براش و زمانی که بخوایم از طریق آیدی، زمانی که یک عنصر آیدی بودیم و بعدا بخوایم از طریق آیدی او را انتخاب کنیم و براش استایل مورد نظر خود بودیم، اینجا اولا از علامه اش استفاده میکنیم، نوشته میکنیم نامی آیدی خود اگزامپل و بعدا قوسه ها را باز میکنیم و در اینجا استایل مورد نظر خود برش میکنیم. کالر فرضاً رنگی بلو، می صفحه یک بار ریفرش میکنیم ببینید عنصر مورد نظر ما رنگش تغییر کرده. فرضاً اگر ما یک عنصر دیگر هم اینجا آیدی بودم، آیدی ازی مثلا باشه AFG، انتخابش میکنیم با استفاده از علامه هش و نامش. این بگرام کالر باشه رنگی سرخ و همچنان کالر رنگی دارک بلو. ببینید این عنصر ما هم تغییر کرد. روشی دوم بود که از طریق آیدی میتونستیم انتخاب کنیم و روشی سوم در اینجا عبارت از کلاس سلکتور است که بسیار استفاده میشه. در این قسمت که هست ما میاییم این مثل آیدی سلکتور است، در قسمت اتریبیوت یک عنصر کلاس مورد نظر خود می نویسیم و بعدا با استفاده از یک نقطه در قسمت استایل او عنصر خود انتخاب میکنیم و استایل مورد نظر خود برش میدیم. ما این دو قسمت پاک میکنم، آیدی هایشان پاک میکنم، به عنصر اول یک کلاس میتم، فرضاً کلاسی ازی باشه AFG. و خب در آیدی که بود ما میتونستیم از طریق اش امو عنصر انتخاب کنیم، اما اینجا در کلاس فرق میکنه. زمانی که به یک عنصر ما کلاس انتخاب میکنیم ما میتونیم با کلاس اقسام از طریق یک نقطه و نام همون کلاس داخل استایل انتخابش کنیم. فرضاً ما در اینجا میگم کالرش باشه رنگی این رنگ باشه. ببینید تغییر کرد. من میتونم از این کلاس در چندین عنصر انتخاب کنم. اگه کلاس به تمام عناصرم بدم، تمام عناصر کلاس هم میتونن بگیرن و از این استفاده کنن.